میره مثلا در اروپا مرد میره سریع پدرش به پسرش میگه پسرم برو یه زنگ بزنه داره برای مشکل چی نوکتاکی تو جایی تو ژاپن برق میگه برو فیوزا رو چک کن اونا فنی هم. تو ایران برق میره پدر پسرم برو مال همه رفته وایپر فیلتر شد من منتظر این واکنش بودم از طرف مردم دیدم نه مردم ایران بسیار انسان‌های انعطاف پذیر اما سکوت کردن نه شلوغی نه شعاری نه فقط جهت رو آروم چرخوندم در تلگرام سلام ببین عجیب در عرض یک هفته 30-40 میلیون نفر رفتن توی تلگرام و بزرگترین کوچ تاریخ بشریت رو رفتن نداشتیم یهو 40 میلیون نفر در یه هفته از یه جا برای یه جا دیگه الان میرید تو وایبر این شهرهای متروکه است صدا سوزه باد میاد در به این مراسم‌های خواستگاری دو تا خانواده جمع می‌شدن دختر و پسر خانواده هاشون با چه تشریفاتی که بیارن در یک لحظه خیلی حساس دختر و پسر رو به هم نشون بدن الان دختر و پسر میرن خانواده هاشون به هم نشون بدن بابا میخندینن و گریه کنن که در مراسم خواستگاری بابای دختره جوراباشو پای پسره دیگه دیدی؟ که این اومده خونه اینا پیچونده جورابای بابای اونم برده بابای یارو در آورده دیگه جوراباش داره و دید تعجب کرد وسط مراسم خواستگاری پسره گفته تو لیوان خودم چای بریزی بیاریم یعنی ببین این اصلا گوش بده حق آب و گل داره تو خونه زندگی آخر مراسم خواستگاری شد گفتن دختر پسر برن تو اتاق با هم صحبت کنن پسر گفته اون اتاق کولرش خرابه من نمیرم من دیگه حرفی ندارم